ترتیب کاراتو اینجوری شروع کن. اول صندلیتو تنظیم میکنی و تکیهگاهت، بعد آینه هاتو تنظیم میکنی و آینه های جانبی. کلاجو میگیری، دنده رو خلاص میکنی، خلاصش کن دنده رو. حالا استارت رو میزنی. یه چند لحظه بعد از باز کردن سوئیچ باید وایسی تا برق به ماشین برسه، بعد ادامه استارت رو بزنی. راهنمای سمت چپتو با روشن کردن میزنی. حالا کمربندتو میبندی. بعد از بستن کمربند آماده میشی برای حرکت، یعنی کلاجتو میگیری و دنده رو میزنی دنده 1. آخرین کاری که باید انجام بدی خوابوندن ترمز دستی که چراغ قرمز روی صفحه آمپرت کاملا قطع شده باشه. حالا آماده